بازم سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. در ادامه برنامه ای بار خواستم یک برنامه اطلاعاتی دیگه در کنار برنامه‌های مفیدی که بر شما عزیزا ثبت میکنم از شهر بیلیویوی واشنگتن بر شما عزیزا یک ویدیو داشته باشم تا اینکه یک نمای زیبای از اینجا بگیریم و یک صحبت داشته باشیم در یک رابطه با موضوع مفیدی که شما بتونین از او یک مفیدیت یا برداشت نیک داشته باشین. دوستا، تجربه شخصی خودم یک چند روز قبل ما یکی از راه ها یا سرک هایی که سرکایی است که باید پول پرداخت کنی از گذشتن در اون مسیر، ما گذشته بودم و $8 برای ما بل آمده بود. تقریبا یک مدت را در پرداخت از این پیسه ما تأخیر کردم یا فراموشکاری کردم. 290 روپیه علاوه بر 8 روپیه پنالتی یا جریمه آمده بود. یعنی من مجبور شدم که 300 روپیه پول پرداخت بکنم. $298 با $8 که من یک بار از یک مسیر گذشته بودم. خب دوستا، این ویدیو به خاطر از این است که شما کوشش بکنین در امریکا یک پیمنت که سر شما میای یا بل دریافت میکنین در میل باکستون، شما تا حد توان کوشش بکنین که امور را خلاص بکنین. فقط همین باعث میشه که شما در استقبال کاریتان منظم باشین، توجهتان به خرج بتین، با تاوان یا ضرر شما روادار نیستم. از او خاطر خواستم یک ویدیو معلوماتی بر شما ذخیره بکنم که خب مجبور میشی که پیسه را پی بکنی. پس چی خوب است تا حد توان توجه ما را بکنیم که در این چیزا با تاخیر ناندازیم، هر چیز رسیدگی درش بکنیم. امیدوار هستم که اطلاعات خوبی هم برای شما بوده باشه و بتونین که از این بابت از مسیرهای طول که تیر میشین از بلاش جلوگیری بکنین تا که جریمه یا پنالتی نشین. دوستای عزیز، شما را به الله بنیاز میسپارم. برنامه بعدی با یکی از دوستا در یکی از موقعیت‌های زیبای بعدی در شهر واشنگتن برنامه خواب داشتیم. با ما باشین، یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین. سپاس از حمایتتان که تا امروز حمایت کردین. الله یار نگهدارتان، با عزت و کامگار باشین.